سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که اینجا هستید. امروز میخوایم وارد دنیای شگفت‌انگیز پرورش قناری بشیم. حالا اولین سوالی که برای ما پیش میاد، اصلا چرا قناری؟ چرا این پرنده بسیار کوچیک و خوش‌آب و رنگ محبوب میلیون‌ها انسان روی کره زمین شده؟ اگه به دنبال یه سرگرمی خاص، درآمدزا و با روحیه خاص هستین، حتما ویدیوی ما رو دنبال کنید. حالا بریم به دنبال باز کردن این سوال که اصلا چرا قناری؟ قناری ها اصالتاً از اهل جزیره قناری هستند که اولین بار توسط اروپایی ها کشف شدن و این پرنده زیبا و خوش صدا رو پیدا کردن و سمبل صدا و زیبایی در دنیا شدن. اولین موضوعی که همه رو جلب میکنه برای این پرورش، ظاهر زیبای این پرنده کوچیکه. این رنگ و لعاب از زرد و نارنجی و سبز و سفید که واقعا چشم هر بیننده رو نوازش میده. آواز دلنشین این پرنده چیزی نیست که هر کسی بتونه راحت از کنارش رد بشه. مزایای پرورش این پرنده زیبا حالا چی هست؟ دونه دونه بهش میخوایم رسیدگی کنیم. اول از همه آرامش و تأثیر مثبت روی روحیه ماست. نگاه کردن به پرنده های زیبا و شنیدن آواز دلنشینشون مطمئناً روحیه شما رو مضاعف میکنه. موضوع بعدی ساده بودن نگهداری این پرنده زیباست. اول از همه فضای آنچنانی نمیخواد. بعضا خیلیا بودن تو یک اتاق خواب شروع این پرورش رو برای خودشون نقطه زنی کردن. موضوع بعدی هزینه بسیار معقول. به نسبت خیلی از پرنده های دیگه که جثه های بزرگتر دارن، نگهداری از این پرنده مثل قناری خیلی میتونه برای شما مقرون به صرفه باشه و در کنار این مقرون به صرفگی قطعا میتونید روی درآمدش هم حساب کنید. حالا از کجا بهتون میگم که میتونید روی درآمدش حساب کنید؟ پرورش قناری میتونه یه فرصت عالی برای شما تو بحث کسب درآمد باشه. از جوجه گرفتن از این پرنده تا نمایشگاه پرنده های زینتی میتونید حرفی برای گفتن داشته باشید. پرورش قناری باعث میشه درباره رفتارشناسی پرنده ها، تغذیه مناسب و حتی ژنتیک پرنده ها بیشتر یاد بگیرید. با هم بریم جلوتر تا بیشتر متوجه بشیم. اولین چیزی که شاید خیلی‌ها رو به این موضوع جذب کنه، رفتار بسیار مسالمت‌آمیز و دوستانه این پرنده و نوع ارتباط‌گیری ساده‌اش با ما انسان هاست. اونها ترسوی محض نیستن و خیلی راحت با ما انسان‌ها خو میگیرن. قناری‌ها تو نژادها و صداهای بسیار متنوع هستن. قناری‌های آوازخوان داریم، قناری‌های زینتی داریم. بسته به سلیقه خودتون میتونید این کار رو شروع کنید. خب حالا میخوایم وارد بحث بسیار جدی بشیم. مقدمه دیگه بسته. حالا بریم سراغ این که بگیم چجوری باید شروع کنیم. نکات ابتدایی رو خوب دل بدیم. اول از همه و مهمترین چیزی که توی پرورش مهمه، انتخاب پرنده مناسب و سالم. اگه تازه کار هستید، بهتره با نژادهای بسیار سبک و ساده شروع کنید. همانند حمالها، قناری‌های سوپر بازاری که خیلی راحت‌تر هم به شما جوجه میدن و رفتارشون به نسبت قناری‌های دیگه ساده‌تر و زودباسته‌تر هستن. هر پرنده‌ای که شما بخواید پرورش بدین، قطعاً برای شروع کار یک فضای مناسب برای زندگی اون پرنده نیاز دارید. قناری‌ها موجودات بسیار راحتی هستند و میتونید تو قفس‌های بسیار جمع و جور چندین جفت رو میتونید با هم دیگه جفت کنید. و اما تغذیه این پرنده رژیم غذایی بسیار متعادلی داره و خیلی نمیخواد خودتون رو اذیت کنید. شامل دانه‌ها، سبزیجات، میوه‌ها که البته باید بهتون بگم توی دادن میوه‌ها و سبزی‌ها به پرنده قناری بسیار مراعات کنید. خلاصه این که اگر میخواید کنار یک کار دومی داشته باشید و یک درآمد ریزی کناره، البته حرفمو پس میگیرم، درآمد ریز نه، خیلی ها رو سراغ دارم که به عنوان درآمد اول این کارو شروع کردن، ولی خب برای اونایی که میخوان شروع کنن نمیخوام ریسک کنید، چون به هر حال از قدیم گفتن مال بادیه و به یه نفسی بسته است. ولی کنار کارتون میتونید به عنوان یک درآمد مطمئن گوشه منزلتون شروع کنید و ببینید آروم آروم چقدر این پرنده شما رو جذب خودش میکنه. توی این ویدیو هم یه گام بیشتر رفتیم جلو و با هم آشنا شدیم
که پرورش قناری اونقدر که شاید اینجا و اونجا بشنویم سخت و دشوار نیست. اگه سوالی براتون پیش میاد و حتی اگه میتونید تو مطالب ما رو کمک کنید حتما برای ما کامنت بذارید. خب مثل همیشه اگه دوست داشتین ویدیوی ما رو لایک کنید تا با ویدیوهای بعدی بازم در خدمت شما باشم. منتظرتون هستم.